وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، فقط و فقط بر الله باید توکل بکنن مؤمنان. یعنی تنها کامیابی و نصرت شما در توکل بر الله است. البته این مفهوم را قبلا عرض کردیم که معنای توکل این نیست که ما اسباب را اختیار نکنیم. اسبابی که در توان ما هست اون اسباب را باید اختیار بکنیم. الله خودش فرموده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، تا جایی که می توانید متوسل به اسباب بشید. اما نگاه شما، اعتماد شما و خاطر جمعی شما اون اسباب نباشد، رب شما باشد. لذا بعضی این مفهوم را گرفتن غلطه که توکل یعنی از اسباب کار نگیریم. نه خیر. بعضی مثلا الان زمان چی هست؟ کرونا هست. بعضی میگویند که خب باید به خدا توکل کرد، بذارید این مسائل را. نه خیر. این موارد را، موارد بهداشتی را باید رعایت بکنیم. باید اون چه که کارشناسان میگویند، خبره ها میگویند برای پرهیز، باید اونها را رعایت بکنیم و بعدا توکل به خدا بکنیم و بگیم خدا ما رعایت میکنیم، اما این رعایت ما اگر تو نخواهی چیزی نمیشه. توکل و اعتماد به رب باشه، قلب با رب باشه. چنانچه حضرت سهل رضی الله تعالی عنه صحابی است، میگه من قال ان التوکل یکون بترک سبب، هر کسی فکر بکنه که توکل یعنی ترک سبب، فقد طعن فی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. تفسیر قرطبی. اون در سنت رسول الله واقعا ضربه وارد کرده، طعن وارد کرده. یعنی چه؟ اسباب را ترک بکنیم. اسباب را رب الاسباب آفریده، اون آفریده تا من و تو استفاده بکنیم، اما نگاه و توجه به خود رب باشد. لذا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون.